بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت اولیای محترم دانش آموزان دبستان حکمت. در 3 قسمت قبلی ما شما رو با موضوع فرزندپروری آشنا کردیم. ابتدا به تعریف شیوه فرزندپروری پرداختیم یا تعریف شیوه های فرزندپروری. سپس اومدیم یه تقسیم بندی داشتیم از انواع روش های فرزندپروری و در ادامه 21 از اشتباهات رایج در فرزندپروری رو بهش پرداختیم که البته خودتون میدونید که اون 21 اشتباه بخشی از اشتباهات رایجه. تعداد اشتباهات خیلی بیشتر از اینه و شاید با 10 جلسه ما نتونیم تمام اون اشتباهات رو مطرح بکنیم، ولی ما رایج‌ترینشون رو خدمتون عرض کردیم. به عبارتی ما اون 21 اشتباه رو گفتیم به عنوان نبایدهای فرزندپروری و از اینجا به بعد حالا میخوایم بایدها یا شیوه های صحیح فرزندپروری رو خدمتون ارائه بدیم. خب ابتدا لازمه که به صورت فهرستوار اینا رو بگم ارائه میدم خدمتون. اولین موضوعی که شما راجع به شیوه فرزندپروری بایستی بدونید و یا جزء بایدها اینه که یه قوانین شفافی توی خونه‌تون باید واسه وسایل خونه و اعضای خانواده که از اون وسایل استفاده میکنن وجود داشته باشه. یک مثالش استفاده از کامپیوتر، گوشی و تلویزیونه که متاسفانه توی خیلی از خانواده ها همین چند تایی که گفتیم خدمتون مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد میکنن. پس قبل از اینی که هر وسیله وارد منزل شما بشه لازمه یک قوانینی واسهش وجود داشته باشه و این فقط شامل وسیله نمیشه، واسه اعضای خانواده هم همینطوره. هر کدوم از اعضای خانواده چه اختیاراتی، چه اجازه هایی دارن و تا چه حدی مختار هستن، تا چه حدی بایستی هماهنگ بشن، کسب تکلیف کنن و از وسایل خانواده یا با اعضای خانواده با همدیگه ارتباط داشته باشن. مورد دوم اینه که بین اعضای خانواده و بهتره بگیم که مراقبین کودک و مراقبین نوجوان، منظور اینجا پدر و مادره و یا برادر و یا خواهر ارشد و یا پدر بزرگ، مادر بزرگ و توی بعضی خانواده ها کسانی که خدماتی رو به خانواده ارائه میدن. بایستی هماهنگی وجود داشته باشه. اینو قبلا راجع به ناهماهنگی صحبت کردیم. پس به عنوان اصول اولیه فرزندپروری یکیشم هماهنگی بین اعضای خانواده و والدین در بحث‌های مختلف رفتار با کودک و نوجوان هست. مورد سوم احترام والدین به همدیگه است. والدی که میاد سوا از هماهنگی و یا ناهماهنگی والد دیگر رو مورد بی احترامی قرار میده، حالا به هر شکلی، این باعث میشه به تدریج جایگاه خودش هم زیر سوال بره و بعداً مورد بی محبتی و بی احترامی فرزندش قرار بگیره. شاید دیرتر، ولی این اتفاق رخ خواهد داد. اگر مستقیم نه غیر مستقیم. ما یه مبارزه مستقیم داریم، طرف توی چشم طرف نگاه میکنه، اعتراضشو، خشمشو و یا خدای نکرده بی احترامیشو ابراز میکنه. مدل دیگرش اینه که با کارشکنی، طول دادن کارها، یه مثالش خط انداختن رو ماشینه. من از کسی که خشم دارم روی ماشینش خط میندازم. خب یه مبارزه منفیه. پس فرزند شما جایی که کارشکنی میکنه، جایی که انگیزه نداره، همکاری نمیکنه، این به نوعی داره بی احترامی هم به مقررات خانواده و اعضای خانواده نشون میده. حالا اگر شما به همسرتون احترام بذارید، احترام هم فقط گفتن واژه‌های خوشگل و زیبا نیست، بلکه در مجموعه رفتارها هست. ممکنه بین زوجین این کلمات رد و بدل بشه، عزیزم، قربونت برم، جانم، جلوی فرزندشون، ولی اینا کافی نیست.
فقط کلمات نبایستی محبت آمیز باشه، کلمات بخشی از اون محبت و احترام هست. بقیه رفتارها هم همینطور. بابا مامانم اینجوری گفته، چقدر خوب گفته. حالا شاید شما اعتراض هم داشته باشی واسه گفته های همسرت، ولی اینی که بعضی از خانواده میگن که مادرت اصلا بیجا کرده، بی خود گفته، بابات بی خود گفته، بابات واسه خودش گفته. یا سوا از این موضوع در حضور فرزند همدیگر رو مورد بی احترامی قرار میدن. تو کی آدم میشی؟ زوجین به همدیگه میگن. وقتی که این جمله رو اینا به همدیگه میگن، چه انتظاری دارن از فرزندشون که خط اونا رو بخونه و به اونا احترام بذاره؟ مورد چهارم، یکی از بایدهای فرزند پروری اینه. اینو البته به عنوان اصل ما میتونیم ازش نام ببریم. مفصله، ولی من خلاصه‌اش رو توی چند تا کلمه میگم. بهترین شیوه فرزند پروری بر اساس این اصل قاطعیت توأم با احترام، توأم با محبت. پس بهترین روش فرزند پروری قاطعیت توأم با محبته. فرزند شما میخواد کاری انجام بده، میخوای بهش بگی نه، کلماتی مثل داد زدن این محبت توش نیست. و یا اینکه نظرتون به خاطر التماس فرزند، خواهشش، اصرارش، و یا اینی که وقتی که آبگل میشه میاد از شما خواهش میکنه، میخواد یه امتیازی بگیره، شما گفتید قبلا نه، حالا به محض اینی که گوشه تلفن دست شماست میاد اصرار میکنه، یه بله از شما میگیره، یه بله ضمنی میگیره. یا اینی که خودشو لوس میکنه، مخصوصا شیرین زبونی میکنن بعضی از بچه ها. پس شما قاطعیت معنیش اینه که نظرتون، دیدگاهتون تغییر پیدا نکنه تحت هر شرایطی. وقتی که گفتید نه، اون نه رو بایستی تکرار کنید. حالا نه به صورت توتیوار تکرار کنید، یه بار دو بار، یا دیدگاهتون همون نه باشه، نه که از اول گفتید، دیدگاهتون لازم نیست بارها و بارها تکرارش کنید. اگر فرزندتون اصرار کرد، بگید که عزیزم من قبلا گفته بودم نه، یا عزیزم من قبلا بهت گفته بودم که این کار رو انجام بده. همین کافیه، نیاز نیست شروع کنیم سخنرانی کردن. پس قاطعیت منظور اینه که نظرتون تغییر پیدا نکنه. دوم این که محبت هم توش باشه. یعنی چی؟ یعنی داد نزنی سرش که نه خیر گفتم، نه ده بچه بد، یا کلمات حتی زشتری استفاده نکنید. پس توصیه ما اینه که با محبت باشه. عزیزم، پسر خوبم، دختر خوبم. سعیم کنید که مخصوصا واسه پسر بچه هاتون از واژه خوشگلم و زیبای من استفاده نکنید. بیشتر اون چیزهایی که اکتساب کردن استفاده کنید. پسر سحرخیزم، پسر منظمم، پسر دادرسم، پسر باهوشم، پسر هماهنگم. اینا رو به کار ببرید. نه خوشگل من، نه عزیز من، نه پسر من، نه دورت بگردم. حالا این چیزهایی مثل دورت بگردم اشکال نداره، ولی اینی که خوشگل من، زیبایی من، اینا خطاست. خب منظور ما از قاطعیت یعنی جدی بودن و عدم تغییر و عدم عقب نشینی شماست. و منظور ما از مهربانی یعنی اینی که به خشونت هر نوعش متوسل نشید. خسته نباشید تا جلسه بعد.